انتخاب کنید. بجنگید، شاید بمیرید. فرار کنید، زنده میمونید. حداقل برای مدتی. اما یادتون باشه اگه فرار کنید چند سال قبل از مرگ فیزیکی تو بستر حسرت و افسوس میمیرید. تو کدوم مرگ انتخاب میکنی؟ آیا حاضری تمام روزهای زندگی تا از امروز با بار حسرت و پشیمونی قدم بزنی؟ حسرت این که نخواستی بمونی، حسرت این که نخواستی بجنگی و فریاد بزنی که میتونید جوونی ما رو بگیرید، میتونید جون ما رو بگیرید، ولی آزادی ما رو هرگز. رفیق من، نبین کی میگه، ببین چی میگه. یه جمله‌ای هست که میگه اگه دین ندارید آزاده باشید. چرا؟ چون من و تو آزاد و رها خلق شدیم. اما برای به دست آوردن این آزادی و این رهایی گاهی باید بها داد، گاهی باید جنگید، گاهی باید تلاش کرد، گاهی باید از خیلی چیزها گذشت. خدا تو قرآن میگه ما سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیدیم مگر این که خود اون قوم بخوان سرنوشتشون رو عوض کنن. سوره رعد آیه 11. یعنی این که هر تغییری قرار ایجاد بشه، هر اتفاقی قرار بیفته، از خود من و تو شروع میشه. من و تو باید بخواهیم تا اتفاقی رقم بخوره. جالبه ما توقع داریم با یه سری کارهای تکراری که همیشه انجام میدیم به نتایج جدیدی برسیم. هیچ وقت همچه اتفاقی نمیافته. برای به دست آوردن نتایج جدید باید کارهای جدیدی انجام داد. باید عملهای جدید اتفاق بیفته که نتیجه های جدیدی به دست بیاد. توقع بیجا نداشته باشیم. وقتی خود من و تو نمیخوایم هیچ تغییری هم از راه نمیرسه. تغییر رو باید ساخت، تغییر رو باید ایجاد کرد. برای رسیدن به یه سری نتایج جدید باید بهاشو پرداخت. آزادی انواعی داره. خوب گوش بده. آزادی مالی که در گروی شهامت و شجاعت من و توه برای شروع کردن یک کاری و کسب درآمدی. 2. آزادی فکری که در گروی نگفتن به همرنگ شدن با جماعته. 3. آزادی زمانی که در گروی ایجاد پروژه های بزرگیه که کسی ازشون خبر نداره. اما یه آزادی داریم که آزادی واقعی، آزادی جسمی، روحی، که برای ایجاد این آزادی همون تغییری که گفتم باید ایجاد بشه از درون اول. چون 2 ملاک نیازه. 1. اتحاد درونی، خواسته درونی، عزم درونی، اراده درونی و 1 اتحاد بیرونی. تا اون اتحاد درونی نباشه اتحاد بیرونی رخ نمیده. اتحاد سلول به سلول که دلیل واقعی تو پیدا کنی که هر کدوم از این آزادی ها رو اگه میخوای برای چی میخوای؟ برای آینده خودت، جوانی خودت، آینده فرزندت. زمانی که چرایی رو پیدا کردی اون موقع است که با هر چگونگی که سر راهت قرار بگیره میسازی. و اتحاد بیرونی با کسایی که هم فکر تو هن، هم نظر تو هن، با کسایی که همون جوری که خواهان آزادی هستن بهاشو میپردازن. اگه امروز نجنگی و به دستش نیاری حتی در سخت‌ترین شرایط، اینو بدون که قبل از مرگ فیزیکی با افسوس و حسرت میمیری. رسیدن به همه این آزادی ها یک انتخابه، یک انتخاب و اراده و خواستن.